سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان خوبم. مهدی احمدی هستم، با شما هستیم با ادامه فصل HTML و CSS. خب دوستان، تو این قسمت ما میخواییم که پروژه هامون رو شروع بکنیم، اما قبلش لازمه که ما بتونیم از فونت های و شکل های فونت آسوم از استفاده بکنیم برای اینکه تو پروژه هامون بتونیم خیلی سریعتر بریم جلو. خب برای همین منظور ما باید چیکار کنیم؟ اینجا باید کدهاش رو اضافه بکنیم تا بتونیم راحت تر ازش استفاده کنیم. وارد سایت فونت آسوم میشیم. خب بعد از اینکه وارد سایت فونت آسوم شدیم، این پایین نوشته Start for Free یا دانلود. اگر دانلود داشت دانلود رو کلیک بکنید، میایید پایین و اینجا نوشته Free for Web. بچه ما نسخه رایگانش رو باید دانلود بکنیم و اگر برای کامپیوتر هم میخواید خب Free for Desktop، Free for Web رو کلیک میکنیم. بعد از اینکه دانلود تموم شد روی اجرا و با یک همچین صفحه‌ای مواجه میشید که فایل هایی که بهش نیاز دارید اینجاست. خب بچه ما اینجا به همه فایل هاش نیاز نداریم. خب برای اینکه فایل هایی که مورد نیازمونه رو بدونیم، بهتره که اینجا پروژه رو باز بکنیم یا نه. بذارید از همینجا بریم. راست کلیک من میکنم، ریوال این فایل اکسپلورر. خب فایل همون باز میشه. بچه اینجا باید ما این کارهایی که میخواییم رو انجام بدیم. برای اینکه بتونیم فایل هامون رو مدیریت بکنیم و خوب کار بکنیم، یک پوشه میسازیم. راست کلیک، نیو فولدر. خیلی خوب، اسمش رو میذاریم چی بچه ها؟ LIB، مخفف کلمه لایبرری، کتابخانه. خب توی LIB میایم چی کار میکنیم؟ میایم یه پوشه دیگه میسازیم به اسم، خب بذارید تا اصلا هیچ پوشه ای نسازید، بذارید من اینو حذفش کنم ببینیم خودش چه پوشه هایی داره. بسیار خوب، اینجا بچه ها ما یک پوشه وب فونت و یک پوشه CSS رو میخوایم. هیچ چیز دیگه ای هم اینجا اضافه نمیخوایم. میگیرید اینجا رها میکنید و این رو میبندید و باش خداحافظی میکنید. توی پوشه CSS بچه ها هر چی که اینجا هست رو انتخاب میکنید بجز all.min CSS و بقیه رو حذف میکنید. حالا فرق all CSS با all min CSS چیه؟ فرقش اینه که all.min CSS فشرده تره و این برای سایت ما خیلی خوبه. خب تا اینجا اوکی شد. این هم مجموعی از فونت هاییه که میتونه ازش استفاده بکنه و ما بیایم اینجا که اینجا دیگه کاری نداریم. اینو من میبندم. خیلی خوب، میام اینجا میگم چی؟ میام اینجا میگم که بذارید من اینو چیزش کنم. میام فایل CSS خودم رو اینجا لینک میکنم، وصلش میکنم. میام میگم که خب آقا لینک کن یک فایل CSSی رو. خب اول مینمون رو لینک بکنیم که کدایی که خودمون میخوایم بنویسیم رو بتونیم بنویسیم. بعد میام چیکار میکنم؟ میگم بیا لینک کن کیو دات، خب توی پوشه لایبرری، توی پوشه CSS و فایل allmin.css. خب حالا بریم ببینیم که ما تا اینجای کار تونستیم که اضافه بکنیم. بریم ببینیم که آیا درست کار کردیم یا نه. خب سایت رو باز میکنید و میایم این بالا قسمت آیکونز. بچه ها اگر آیکونز رو زدید و نیاورد، ببینید آدرس به این صورته. من اینو پاک میکنم، آدرس اینه. یادتون باشه میتونید فیلم رو استاپ کنید و از روش بزنید. خب وقتی میخواید سرچ بکنید، همونطور که قبلا مشکل داشتیم، ما نیاز به فیلتر شکن داریم. اگر فیلتر شکن دارید که هیچی، اما اگر ندارید میتونید از فیلتر شکن های رایگان استفاده کنید. یه نسخه‌ش هم ما اینجا میتونیم بهتون یاد بدیم. روی این قسمت اکستنشن، من مرورگر گوگل کروم رو دارم، روی اکستنشن کلیک کنید، منیج اکستنشن. خیلی خوب، روی این سه تا خط کلیک بکنید و اوپن کروم وب استور رو روش کلیک کردید. یک چنین صفحه‌ای باز میشه. اینجا فقط کافیه سرچ بکنید VPN و VPN زنمیت رو روش کلیک بکنید. اد خب یکم شاید طول بکشه.
اوکی، ظاهرا اضافه شد. خب از این قسمت روی اکستنشناتون کلیک بکنید و زن رو پینش بکنید که بیاد این بالا. دیگه کاری باش نداریم. بریم ببینیم کار میکنه یا نه. فقط کافیه که روش کلیک بکنید و خب یه سری توضیحاتی میده. بچه این نسخه که ما داریم استفاده نسخه رایگانه، کاری نداریم. فقط روی این سپر کلیک بکنید تا اتصالتون برقرار بشه. یک بار رفرش کنید صفحه رو. اگر اومد بالا که اومد، اما اگر نیومد مجدد استاپ کنید، دوباره استارت کنید. خیلی خوب، آیکون هامون اومد. برای اینکه راحت تر باشیم این قسمت آیکون های فری رو روش کلیک بکنید. خیلی خوب، تمام گزینه‌های فری الان دیگه برای ما میاد و بریم که سرچ بکنیم، یا میخواهید که اصلا یک کدوم از اینا. بذارید من سرچ بکنم اینستا. بله خوب بهم داره کار میکنه. روی کدومش کلیک میکنم ببینیم که به چه صورتی هست. خب بچه یادتونه روی این کلیک میکردیم برای ادوبی ایکس. خب الان دیگه فقط کافیه روی این کلیک بکنیم. روی این که کلیک بکنیم کدش رو به ما میده. خیلی خوب، بیایم تو کد نویسی. من اینو که اینجا بذارید صفحه سایتمون رو ببینیم. اینو که اینجا میذارم میبینید که اینجا شکلک رو برای ما آورد. خب پس درست داره کار میکنه. میخواید که یه چند تا دیگه شکلک هم ما ببینیم که به چه صورتی هست. بذارید من اینو حذف کنم. بگیم توییتر با دبلیو. توییتر اینطوری می نویسه. خب توییتر رو و خب آورد. خیلی خوب. و دیگه چی داریم بچه ها؟ لینک این. خب و خب همین کافیه. چند تا رو تست کنیم بچه ها ببینیم به چه صورته. این استاره که زدیم، کپی. خیلی خوب. میایم اینجا میگیم چی؟ میگیم که پنجره وی پنجره استارت وی. توییتر بذار، تویچ هم بذار، واتس اپ و لینک این. خب میبینید که بچه ها به خوبی داره کار میکنه و اون چیزی که ما میخواستیم رو اینجا داره به همون میده بدون اینکه شکلکی بذاریم. ببینیم که ترافیک سایتمون هم حتی چقدر شده. خب بریم تو قسمت نتورک و میبینید که تا اینجا 140 کیلوبایت شده و حجم زیادی ازمون نگرفته. خب خوبه تا اینجای کار که خوبه. بریم تا من اینو برش کردم به هم حالت قبلی. بسیار خب. برای اینکه راحت‌تر باشید و از اونجایی که ورژن فونت آسوم ارتقا پیدا کرده و دیگه دسترسی به این ورژنی که ما توی این آموزش گفتیم در دسترس نیست، من فایل زیپ و فونتی که لازم باشه رو براتون توی لینک توضیحات قرار میدم. همینطور آدرس سایتی که شما بتونید روش کلیک بکنید و تمام آیکون هایی که میخواید کدهاش رو به دست بیارید. پس یه سر به دیسکریپشن بزنید. امیدوارم که تا اینجای کار رو خسته نشده باشید دوستای خوبم. تمریناتتون رو ادامه بدید. آروم آروم وارد طراحی میشیم که بیشتر و بهتر کار بکنیم. امیدوارم که آموزش قبلی رو خوب دیده باشید و خوب توی ذهنتون مونده باشه. توی جلسه بعدی میبینم.